ترشه تره گیلانیا هم آسونه، هم ارزونه، هم سریع درست میشه. فقط کافیه برنج نیمدونه رو با 1.5 لیوان آب بذارین روی حرارت تا به جوش بیاد. سبزی هایی رو هم که توی کپشن براتون نوشتم و در دسترس همتون هم هست ریز خورد کنین. لایک و یه کامنت انرژی مثبت هم یادتون نره ها. توی پیجم آموزش تمام غذاهای شمالی هست. خوشحال میشم صفم رو دنبال کنید. آب که جوشید سبزی های خورد شده رو بهش اضافه کنین و برای رنگ بهتر غذا بذارین با در نیمه باز 1 ساعت بپزه. بعد سیرها رو توی این هاون که من از مادر بزرگم گرفتم بکوبین و حسابی له کنین و توی روغن کمی تفتش بدین. تخم مرغا رو بشکونین توش و همشون بزنین تا تخم مرغا حسابی مزه سیر بگیرن و بپزن. بعد از 1 ساعت هم به ترشه تره کره اضافه کنین و تفتشون بدین. بعد آب نارنج یا آب قوره بریزین توش و نمک و فلفل غذا رو هم اندازه کنین و در آخر تخم مرغ رو هم بهش اضافه کنین. بعدم شما بگین میشه این غذای شمالی رو درست کنیم و ماهی شور یا ماهی دودی کنارش نباشه؟ اصلا بگید میدونید این ماهی شوره یا ماهی دودی؟ به به به، جاتون کنار این سفره خالیه. حتما درستش کنین و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون.